به نام خدا. سلام دوستان، در این جلسه آموزشی می‌خوایم بریم سراغ بررسی کردن پنل هایی که در پلتفرم کنوا وجود داره. ببینید اون صفحه ابتدایی که توی کنوا برای شما باز میشه یا این شکلی نمایش داده خواهد شد یا این شکلی خواهد بود، فرقی نمیکنه. تو گوشی موبایلتونه، تبلت، کامپیوتر، لپتاپ، فرقی نمیکنه. یا این شکلی. حالا شاید بگید خب تفاوتش در چیه؟ ببینید این گزینه اول، بذارید من مداد خودم رو هم بیارم که بتونم قشنگ براتون نقاشی هم بکشم رو صفحه و بتونم گزینه هایی که منظورم هست رو دورش رو خط بکشم، اینجوری شما بهتر متوجه میشید. ببینید این گزینه اول که نوشته طراحی های شما، اگر انتخاب باشه میاد پایین چیزایی که شما از قبل طراحی کردید رو بهتون نشون میده. خب من طراحی کردم ولی ممکنه شما هیچ طرحی نداشته باشید. گزینه بعدی نوشته الگو، میاد الگوها رو براتون میاره، یعنی تمام اون تمپلیت های آماده. اینا تمپلیت های آماده است که دسته‌بندی هم اینجا داره. تازه دسته‌بندیش اینجا یه آیکونی براتون گذاشته که رو اون آیکون بزنید میره این طرف. میبینید دسته‌بندیاش خیلی زیاده، یعنی چیزای بسیار زیادی شما میتونید بسازید با استفاده از کنوا که من همشو بهتون آموزش میدم و نگران نباشید. گزینه بعدی هوش مصنوعی کنوا. روی هوش مصنوعی کنوا اگر شما کلیک بکنید اینجا میتونید بنویسید. شاید بگید که خب توی دوتا گزینه قبلی هم که این وجود داشت. ببینید توی قسمت طراحی های شما این یه ناحیه سرچه، یعنی فقط شما اینجا میتونید جستجو بکنید بین تمام طرحهایی که خودتون قبلا ساختید، میتونید جستجو کنید یا میتونید فیلتر گذاری کنید. فیلتر گذاری یعنی چی؟ یعنی میگی فقط اون پستایی رو من نشون بده که نوعش طراحیه، که نوعش الگوهای برنده، که نوعش تصویره، که پوشه است، که ویدیوه. زمانی به درد میخوره که تعداد پستایی که شما ایجاد کردید یا تعداد طراحی هایی که ایجاد کردید خیلی زیاد شده باشه. الان چون هنوز دوتا هستش نیازی به فیلتر نداره. اینجا کاتگوری و دسته‌بندی رو میتونید مشخص کنید، یعنی فقط ویدیوها رو براتون بیاره، کارنامک ها رو بیاره، نشانواره ها رو بیاره، تراکت ها یا تراکت هم بهش میگن، ارائه ها رو بیاره، پست اینستاگرام و غیره. این قسمت میتونید بزنید بگید فقط اون پستایی رو بیار که مالکش مثلا منم یا مالکش فلانیه. شاید بگید مگه میشه مالکش کسی دیگه ای باشه؟ آره ممکنه که شما گروهی کار میکرده باشید، بیاید یه طرح اینجا ایجاد بکنید، به رفیق خودتونم دسترسی بدید، اینم ممکنه. اینجا میتونید تاریخ تغییر یافت، یه مقدار اینا توی ترجمه کردنش به فارسی آمدن و بد ترجمهش کردن، چون خود سایت کنوا سعی کرده که این رو براتون ترجمه بکنه به زبان فارسی، یکم خب بد داره نشون میده. تاریخ تغییر یافت یه جوری نوشتن که منم خوندنش برام سخته. تاریخ تغییر یافت منظورش تاریخ همون آخرین تغییراته، آخرین به روز رسانی که اتفاق افتاده. شما مثلا دیروز روی یه چیزی کار میکردی، میخوای اینجا بزنی که فقط اون چیزایی که دیروز کار میکردی رو برات بیاره. اینجا میتونی بزنی روی دیروز، میاد فقط همونا رو براتون لیست میکنه. من الان اگه بذارم روی دیروز همه اینا میپره. میدونید چرا پرید؟ چون میگه شما دیروز که کار خاصی انجام ندادی، فقط یه دونه طراحی خالی ایجاد کردی که اونم سری بستی و تمام. باز من میتونم این طراحی خالی هم روی سه نقطه‌اش کلیک بکنم و حذفش بکنم. پس همه اینا برای ما ممکنه. حالا اینجا میذارم روی هر زمانی، یعنی میگم هر چی که وجود داره رو به من نمایش بده. توی قسمت الگو حواستون هست اینجا رو دارم میگم. پس گزینه اول که جستجو بود، گزینه دوم توی بخش الگو هم باز این کادر جستجوه. پس این کادره توی سه تا گزینه هر جا یه جوری عمل میکنه. توی قسمت طراحی های شما جستجوه، توی قسمت الگو هم جستجوه، اما تو قسمت هوش مصنوعی دیگه جستجو نیست، فرق میکنه. حالا بهتون میگم. بذارید اول الگو رو توضیح بدم. توی بخش الگو شما میتونید بین میلیون ها الگویی که وجود داره جستجو کنید. واقعا میلیون ها الگو وجود داره، یعنی یه چیز الکی و خنده دار و بچه بازی نیست. واقعا میلیون تا وجود داره. اینجا که میبینید مثلا میاد پایین تموم میشه، برای اینه که نمیخواد خیلی شلوغ به نظر بیاد، وگرنه شما مثلا میتونید دسته‌بندی ارائه رو بیای انتخاب بکنی. توی یه تب جدید من بازش میکنم، توی دسته‌بندی ارائه ببینی که چه همه ارائه مختلف، چه همه نمونه های مختلف رو میاد برای شما میاره و تازه شما جستجو هم بینشون میتونید انجام بدید. پس توی بخش الگو اینجا باز به شکل جستجو عمل میکنه. بین چیا جستجو میکنه؟ بین تمام قالب های موجود که میتونید یه دسته‌بندی رو انتخاب کنید. اینجوری مثلا دسته‌بندی ارائه رو الان من انتخاب کردم، حالا بین ارائه ها بیا جستجو کن.
بین اینها بیا جستجو کن و ببین که کدوم ارائه رو میخوای. الان دیگه هر چی بری پایین تموم نمیشه، همینجور هی میاد. بعضیاشون هم تاج زرد رنگ داره که نشون میده که پریمیوم هستن. هنوزم اکانت پریمیوم رو ایرانی کارت برای من فعال نکرده، نمیدونم دارن چی کار میکنن. شاید من گزینه در تایم های غیر معقول هم در دسترس هستم رو یادم رفته که انتخاب بکنم، چون الان 3 صبح و خب احتمالاً اگه اون گزینه رو من یادم رفته باشه که بزنم تا 8 صبح که تایم کاریشون شروع بشه من زنگ نخواهند زد. حالا در هر صورت تا فردا صبح اوکی میشه. خب ببینید اینجا میتونم بینشون جستجو کنم یا اینکه نه برگردم به صفحه اصلی خودم. حالا برم سراغ هوش مصنوعی. البته قبل هوش مصنوعی بذارید این قسمت پایین رو هم بهتون توضیح بدم و این چیزی که اینجا وجود داره. ببینید اینی که پایین قرار گرفته، شما میتونید بگید مخاطبان خود را مشارکت دهید. روی بخش مخاطبان خود را مشارکت دهید اگر کلیک بکنید میره فقط اونایی رو میاره که برای مشارکت دادن مخاطبان مورد استفاده قرار میگیره. باز اگر نخواستید که این فیلتر روی این محتواها اعمال بشه، روی این زبدره بزنید پاک کردن فیلترها. میبینید دورشو خط میکشم اینجا. روی این زبدره بزنید فیلترها پاک میشه. دوباره برمیگردید به صفحه اصلی و میتونید اینجا از این فیلترهایی که وجود داره استفاده کنید. مثلا ارائه دانشگاه، سوشال مدیا که میشه اون شبکه‌های اجتماعی، بعد اشتراک گذاری دانش، ساده فقط میاد طرحهای ساده رو براتون میاره، طرحایی که خیلی ساده و اینجوری هستن. باز میتونم زبدرش کنم. ویدیو رو بزنید فقط اونایی رو میاره که ویدیو هستن. حالا این چیه؟ اینی که بالا سمت چپ قرار گرفته. روی این اگر کلیک بکنم میاد این در واقع کادر جستجو رو برای من کوچولوش میکنه. میبینید کادر جستجو برای من کوچیک شد. حالا من میتونم بیام اینجا فقط جستجو انجام بدم که باز روش کلیک بکنم این فیلترهای اینجا رو برای من به نمایش در میاره. پس اگر کادر جستجو رو بخواید کوچیک کنید که فیلترهایی که این پایین هستن نمایش داده نشن، میتونید روی این بزنید مینیمایز آپشنز، آپشن ها رو برمیداره و کوچولوش میکنه. اوکیه؟ باز اینجا هم دسته‌بندی ها رو دارید و میتونید استفاده کنید. من روی هوش مصنوعی میزنم. توی بخش هوش مصنوعی دیگه این کادر شما، این کادری که دورش خط میکشم، برای جستجو کردن نیست. اینجا برای اینه که شما به هوش مصنوعی کنوا بگید که دنبال چی میگردید و چه چیزی نیاز دارید. شاید بگید که خب اینم که شبیه جستجو کردنه. شبیه هست ولی کارایش خیلی خفن تره. شما فکر کن من اینجا بیام به هوش مصنوعی توضیح بدم، بگم آقا من یه مثلا پیج دارم، من یک پیج مثلا اینستاگرام دارم، امروز روز برنامه نویس هست، میخوام یک استوری برای تبریک روز برنامه نویس بسازم، به من کمک کن. ببین وقتی چنین پرامپتی بیام بهش بدم و اون بتونه بین تمام قالب ها بچرخه و به من کمک بکنه، خیلی جالبتر نیست؟ خفن‌تر نیست؟ حالا یه وقتی از شما میخوای یه پرامپتی بنویسی که برات عکس بسازه، میتونی اینجا بیای تصویر رو انتخاب بکنی، یا میخوای برات سند بسازه، میتونی سند رو، اسناد رو انتخاب بکنی. میخوای یه پرامپت بنویسی برات بیاد برنامه نویسی بکنه، میتونی اینجا کد رو انتخاب بکنی که بهش میگن کنوا کد. کنوا کد که برای برنامه نویسی با هوش مصنوعی ساخته شده، ولی نه اون چیزی که توی ذهن شماست. یعنی نمیتونید سریع بهش بگید مثلا یه اپلیکیشن شبیه دیجیکالا بساز، اونم بره بسازه و تحویلتون بده. نه، به این شکل نیست، ولی خب خیلی کمک کننده است. اینجا میتونید از پرامپت صوتی استفاده کنید. ما کلا به این میگیم پرامپت، دستوری که میدیم به هوش مصنوعی. حالا اینجا پرامپت میتونه صوتی باشه، میتونه متنی باشه. توی مفاهیم هوش مصنوعی من اینا رو گفتم. توی مهندسی پرامپت نویسی کامل بهتون گفتم که چطور پرامپت بنویسید. همه اینا رو من بهتون آموزش دادم سر جای خودش در مسیر یادگیری کامل هوش مصنوعی. خب باز من اینجا میتونم فیلترها رو ببندم، کوچیکش کنم، یا دوباره کلیک بکنم که فیلترها باز بشه. اوکیه؟ خب الان که این رو نوشتم، اینجا میتونم یه فایلم بهش بدم. یعنی بگم آقا استوری روز برنامه نویس میخوای برای من بسازی یا میخوای کمکم بکنی، حواست باشه این شکلی باشه. اینجا میتونم بیام یه عکسی چیزی بارگذاری بکنم یا اعمال کیت برند. ببینید دوستان این چیز خیلی باحالیه. این کیت برند چیه؟ هر کسی یه برندی داره.
حالا میتونه برند شما شخصی باشه، مثلا من علیرضا احمدی یه برند شخصی دارم، یا میتونه برند شما شرکتی باشه، مثلا شرکت دانشجویار برند شرکتی منه، درسته؟ خب من یک بار میتونم بیام توی بخش برند که بعداً بهتون آموزش خواهم داد، برند خودم، رنگ برند خودم، لوگوی برند خودم، اسم برند خودم رو وارد بکنم و توی طراحی‌های خودم از اون استفاده میکرده باشم. یعنی این امکان رو شما دارید، منتها توی نسخه پریمیوم، یعنی نسختون اگر حالت رایگان کنوا باشه نمیتونید از کیت برند استفاده کنید. به همین سادگی اضافه کردن از کنوا یعنی یکی از همین قالب‌های کنوا رو میتونید بدید به هوش مصنوعی و بگید که مثلا از این قالب برای من استفاده کن، از این بزنیم میگه خب کدوم، یه قالب یه چیزی انتخاب کن من همون رو بیام استفاده کنم. یا بارگذاری رو بزنید از سیستم خودتون بارگذاری کنید، یه عکسی چیزی بهش بدید بگید بر اساس اون بیاد براتون بسازه. آخر که کارتون تموم شد بیاید روی این بزنید ارسال تا اون شروع کنه کار رو براتون به انجام دادن. این میشه امکانات محیط کلی کنوا. منتها یه بخشی رو هنوز بهتون نگفتم، بخش سمت راست. بخش سمت راست که توی گوشی میاد پایین نمایش داده میشه، یعنی توی گوشی شما چون حالت عمودیه، بذارید من این رو ببندم مجدد بازش کنم. خب گوشی شما چون یه حالت اینجوری عمودی طور داره، اگه بیاد سمت راست رو بگیره یکم شاید فضا برای شما کم بمونه، در نتیجه به جای سمت راست میان پایین این گزینه ها رو نمایش میدن و به این گزینه هایی که پایین قرار میگیره توی گوشی میگن باتم شیت، یا نه باتم شیت نمیگن، بهش میگن باتم نویگیشن. آره باتم نویگیشن. حالا برای اینکه اشتباه ننوشته باشم یه بار انگلیسیش هم براتون مینویسم چون بین باتم و باتن خودم گیر کردم. باتم، آره باتم یعنی پایین، نویگیشن. شاید بگید خب چه کاربردی داره که من مثلا بیام اینو یاد بگیرم؟ به دردتون میخوره. وقتی شما یک کریئتور محتوا هستید، وقتی یک کانتنت کریئتور هستید و میخواید تولید محتوای تصویری و ویدیویی و اینجور چیزها انجام بدین، بد نیست که با یک سری از اصطلاحات دنیای رابط کاربری، اصطلاحات دنیای گرافیک رایانه‌ای و کامپیوتری آشنا باشید. پس باتم نویگیشن میشه اون چیزی که پایین گوشی‌های موبایل میاد که دیجیکالا و دیوار و اینها هم دارن، چند تا گزینه. حالا بعضی از نرم افزارا دیدید بالا سمت راست یا سمت چپش یه آیکون اینجوری وجود داره، وقتی میزنید یه پنجره باز میشه، باز دوباره میتونید بزنید بسته بشه. به این چی میگن؟ اینی که یا از سمت راست یا از سمت چپ. توی تلگرام از سمت چپ باز میشه، توی دیجیکالا از سمت راست باز میشه و توی کافه بازار هم فکر میکنم از سمت راست. به این چی میگن؟ به این میگن نویگیشن دراور. نویگیشن دراور بهش میگن. نویگیشن دراوری که یا از سمت چپ باز میشه یا از سمت راست باز میشه. اینا کلن بهشون میگن نویگیشن. دیدید پایینیه بود باتم نویگیشن، این هست نویگیشن دراور. حالا نویگیشن یعنی چی؟ نویگیشن یعنی ناوبری. خب شاید بگید چه ربطی داره ناوبری یعنی چی؟ آقا کلا نویگیشن دراور و باتم نویگیشن و اینجور چیزها برای ناوبری مورد استفاده قرار میگیرن. یعنی برای اینکه شما گزینه ها رو مثلا اینجا توی کنوا دقت کن، یه چند تا گزینه براتون گذاشته دیگه، درسته؟ مثلا گزینه صفحه اصلی میزنی سری شما رو میاره به صفحه اصلی. گزینه ایجاد رو میزنی سری سند جدید براتون ایجاد میکنه. گزینه الگوها رو میزنی شما رو میبره به سمت الگوها. اینا برای دسترسی سریع شما هستن دیگه. برای همینه که بهش میگن ناوبری. دکمه های ناوبری یعنی دکمه هایی که برای ناوبری کاربر میان مورد استفاده قرار میگیرن و کاربر رو به خواسته هاش میرسونن. این از این. اینجا که گفته وارد دنیای یادگیری شوید، شما رو میبره به دیزاین اسکول، یعنی مدرسه خود کنوا، مدرسه طراحی خود کنوا، ولی خیلی به درد شما نمیخوره چون دوره‌های آموزشی که داره همه به زبان انگلیسیه و کلا طراحی‌هایی هم که بهتون یاد میده طراحی‌هایی که بیشتر به درد خارج از کشور میخوره. کلا ذائقه هنری ما ایرانی‌ها فرق میکنه و ما زبون همدیگه رو بهتر متوجه میشیم. خب یه گزینه این بالای بالا هست اینجا که باعث میشه همین نویگیشن دراور ما باز و بسته بشه. من اگر بزنم یه نویگیشن دراور بر من اینجا میاد که الگو داره،
عکس داره، گرافیک ها رو داره، محتوا سازان رو داره، یعنی اونایی که محتوا میسازن، و محتوای ستاره گذاری شده. یه وقتی از شما یه محتوای خوب پیدا کردی، اینجا برای خودت روی این ستاره میزنی، میبینی کجا رو دارم میگم، موس من اینجاست، درسته؟ اشاره گر من. روی این ستاره بزنید، این میره توی قسمت محتوای ستاره گذاری شده شما قرار میگیره که بعدها برگردید، مثلا اگه یه پست دیدید ازش خوشتون اومد، بیایید برای خودتون اون رو به این شکل اضافه کنید به علاقه‌مندیاتون، بعداً بیایید اینجا و اونا رو ببینید که از دستشون ندید. دوباره روی همون آیکون بزنید، بستن منوی ناوبری براتون بسته میشه. این از این. یه گزینه هم داره صفحه اصلی، بزنید بلافاصله به صفحه اصلیش برمیگردید. گزینه پروژه ها بزنید، شما رو میبره به بخشی که فقط پروژه هاتون رو بهتون نمایش میده، یعنی تمام پروژه هایی که تا الان ساختید. تمام پروژه هایی که ساختید. این ایزایی که میبینید ایزا نیست، این ایزاست، خودمم. خب بعد اینم برای یه پروژه است که این اسم پروژه است و چیز دیگه هم فکر کنم نیست دیگه. بذارید بیام پایین‌تر. نه، این سه تا هم که سه تا پستیه که من تا الان ساختم. این دوتا هم که هنوز خالی ان، یعنی ایجاد شدن ولی خب خالی ان، در حدی که شما ببینید پوشه بندی هم برای خودتون میتونید انجام بدید. اونایی که بارگذاری میکنید از سیستم خودتون، مثلا عکس شخصی خودتون رو بارگذاری کنید میاد اینجا. اونایی هم که پوشه بندی کردید که میره توی پوشه که خودش قرار میگیره. این از این. بعد اینا هم عکسایی که من بارگذاری کردم. اینا عکسایی هستن که ساختم، اینا چیزایی هستن که بارگذاری کردم، اینا هم چیزایی هستن که با هوش مصنوعیش ساختم. با هوش مصنوعی خود کنوا ایجاد کردم. یک مرد در حال برنامه‌نویسی اندروید، یه مردی که داره برنامه‌نویسی میکنه، 2 عدد موتورسیکلت در حال مسابقه دادن. بذارید ببینم، نشون میده موتورسیکلت ها چجوری دارن مسابقه میدن با هم دیگه. اینو کنوا هوش مصنوعیش برام ایجاد کرده. ولی خب مثل این که قبلا بوده هوش مصنوعیش زیاد خوب کار نمیکرده، چون ویدیو نیست، یه عکسه. شاید من بهش گفتم عکس بساز، نمیدونم. در صورت این پروژه ها قدیمی ان، زیاد جدیشون نگیرید. همشونم اگه بتونم، چرا که نتونم، میتونم. ببینید برای حذف کردن، یا بذارید اینو توی یه ویدیو مجزا بهتون میگم، فعلا دارم گزینه ها رو بهتون توضیح میدم. پس قسمت پروژه هاتون رو میاره، بخش الگوها همه الگوها رو براتون باز میکنه. برند، میتونید کیت برند خودتون رو بسازید، فقط مخصوص اونایی هستش که پریمیوم دارن، برمیگردن به پروژه ها. و توی قسمت موارد شما میتونید از برنامه ها استفاده کنید، برنامه ریز محتوا استفاده کنید، دیزاین اسکول استفاده کنید، مدرسش. برنامه ریز محتوا میاد اینجا یه تقویم در اختیارتون قرار میده که شما تقویم محتوایی میتونید برای خودتون بیاید بسازید که حالا بهتون یاد میدم کامل چطور میشه ازش استفاده کرد. یه گزینه دیگه هم داره برنامه ها، که روی برنامه ها بزنید تمام برنامه های موجود کنوا واسهتون بالا میاد، که حتی هوش مصنوعی هم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اینجا هستن همشون. آره، تمام هوش مصنوعی که شما دسترسی دارید. یعنی شما یه بار اکانت کنوا رو میگیری، به انواع و اقسام هوش مصنوعی مختلف برای ساختن موزیک، برای ساختن ویدیو، برای ساختن عکس، به همشون دسترسی خواهی داشت. برای مدیریت کردن پروژه هاتون، ویرایش عکس، همه اینا رو فقط با یه بار پرداخت میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. دسترسی نامحدود تقریبا. خب اینم از این. پس برنامه ها مهمه، برنامه ریز محتوا هم مهمه و اینا کاربردی ان، به درد بخورن. مدرسه دیزاینش که زیاد چیز کاربردی نیست. این تمام گزینه هایی که در کنوا توی همون دید اول وجود داره. خب برای این جلسه آموزشی هم تا همینجا یه کار کافی. امیدوارم که همواره حال دلتون خوب باشه. خسته نباشید. خدا نگهدار.